حکایات سعدی شیرین‌تر از قند. این داستان مسافری در کاروان. از بازار ابریشم چه خبر؟ میگن درختای توت در چین برگ ندادن و کرمای ابریشم پیره نتنیدن. پس به همین دلیله که ابریشم نایاب شده. بین خودمون باشه، جهانگردی که از منصوبینه این خبر رو به من داد و اون وقت من چیکار کردم؟ همه ابریشم های بازار رو خریدی. آفرین، همه ابریشم ها اینجا هستن، بار این اسبا. حالا اگه گفتی بار شترای من چیه؟ به نظر آذوقه میاد، نه؟ منم مثل تو گوشم آماده شنیدن خبرهای دست اوله. پس تو هم؟ از درویشی شنیدم که در شام خشکسالی میشه. خشکسالی اگه برای همه بده، برای ما تجار منفعت خالیه. تجار شنوا. خب نگفتی بار شترا چیه ها؟ برنج همکار عزیز، برنج های بازار رو قبل از اینکه خبر همه گیر بشه به قیمت ارزون خریدم. کاسبی همینه دیگه، ارزون بخر گرون بفروش. نه؟ ببینم اونو میشناسی؟ نه، به نظر که تاجر نمیاد. بریم نزدیکتر ببینیم کیه. سلام برادر، از وجنات شما پیداست که اهل علم هستی. سلام بر شما، کتابت میکنم. ما تاجریم و اطعمه از حجاز میآوریم. شما تو کاروان چی دارین؟ من همین یک کیسه رو دارم. و توی این کیسه چیه؟ هیچی، 100 سکه اشرفی. 100 سکه اشرفی؟ نه بهش نمیاد. شاید دزد باشه، باید مراقب اموالمون باشیم. ما تا به حال اشرفی ندیدیم، میشه به ما هم نشون بدیم؟ بفرمایید، مشتی فلز زرد. اوه، اشرفی واقعیه. ببینم. آره، زر نابه. نمی ترسید با این همه سکه بلایی سرتون بیاد؟ حتما شبها اونا رو زیر سرتون میذارید و قبل از خوابیدن همه رو میشمرید. حیف وقت نیست که صرف این پشیز دنیا بشه. ما رو دست انداخته، یا شاید هم داره ما رو آزمایش میکنه. آشراب میکنه. هم سفر، شب خوب خوابیدی؟ خدا رو شکر، اونقدرام که میگفتن سرد نبود. سرمایه بیابانو ندیدی هنوز؟ اولین باره که به مکه میروم. پس حتما به خانه خودم مشرف میشوی. از اون کیسه اشرفی چه خبر؟ جا نذاشتیش که؟ نه، جاش امین. اجازه بیدار. دستاق شدیم نازنان. ابریشمای نازنین. من که دریه برنجامو نمیتونم تحمل کنم. چه خبر زجه میزنی؟ اموالتون رو میبرن، خودتون رو که نمیکشن. تو چرا این حرف رو میزنی؟ تازه سکای تو رو هم میبرن. که زندگی من توی دنیا همیشه سکاسبیه. ای درد میدم.
خالی کردیم رئیس جون؟ دیگه چیزی نبوده. اینا رو بار اصلای خودمون کنیم. بله مواظب باشید چیزی جا نمونه. خب حالا نوبت خودتونه. زود باشید، هر کی جواهری سکه‌ای داره بندازه روی این سفره. یادتون باشه چیزی رو از ما مخفی نکنین که سر و کارتون با این شمشیر تیزه. به نوبت یکی یکی. خدا حافظ سکه های عزیزم، دیگه شما رو نمیبینم. شما عزیزترین دوستای من بودید. خدا نگهدار. انگشتر با که همیشه باعث افتخار من بودی. حالا بدون تو چیکار کنم؟ رئیس ببین چی پیدا کردم. به اون کیسه کاری نداشته باش. گفته بودم اگه چیزی رو قایم کنید با شمشیر من طرفید. رئیس حداقل 100 سکه اشرفیه. ها؟ اشرفی واقعیه. بچه ها جنسا رو ول کنین، بی خودی بارمون سنگین میشه. همین یک کیسه کافیه. زود باشین سوار اسبا بشیم و فرار کنیم. چی تو سرشونه؟ اینا دارن سوار اسباشون میشن. بالا رو گذاشتن و رفت. بجونیم بچه ها. کجا میرن جوون مردا؟ کیسه رو به برگرد. حالا بدون اون کیسه چیکار کنم؟ خدا رو شکر پارچه های ابریشمم، برنج های نازنینم. بذارم جمعشون کنیم و بریم تا پشیمون نشدن و بر نگشتن. بریم. خدایا شکرت. قول میدم همه برنج ها رو به قیمتی که خریدم بفروشم. منم ابریشمامو حراج میکنم. داشتم قالب تویی میکردم دوست من. بار سبک کاتب مرا نجات داد. یا به قول خودش پشیز دنیا. حالا خودش کو؟ اونجاست بیچاره. منم اگه جای اون بودم از غصه دق میکردم. بریم ببینیم حالش چطوره. بغضتو نخور، گریه کن. غمباد میگیری یا؟ بیچاره دیوونه شده. ایدا دلم براش کبابه. بار سنگینی بود. 100 تا اشرفی سنگین بود. مال دنیا سنگینه. ما رو برای حمالی دنیا نساختن. همه خسته شدی ما حاضریم بار تو ببریم. حالا راستشو بگو، این سکه رو از کجا آورده بودی ها؟ بزرگزاده دم موت یادش افتاده بود که برای توشه آخرت چیزی برداره. این سکه ها رو به من که راعی حج بودم بخشید تا در حج من شریک باشه. به پسر چه دلی داری ها؟ پول باد آورده رو باد برده. عین خیالت نیست؟ دل من اونقدر بسته به مال دنیا نبود که با این بادا بلرزه. دلم از این گرفته که امانت اونی رو که به من امید بسته بود به سلامت نرسوند. به هر حال سکه های تو ما رو نجات داد. از حالا تا آخر سفر خرج تو با ما. و به جای اون بزرگزادم قربانی میکنی. حالا خیالت راحت شد؟ راست میگین هم سفران؟ بله تو باعث شدی انگشتر با ارزشم به من برگرده. این حداقل کاریه که میتونیم در قبال خدمت تو انجام بدیم. نباید بستن اندر چیز و کس دل که دل برداشتن کاریست مشکل. نباید بستن در چیز و کس دل که دل برداشتن کاریست مشکل.